خو امروز سخی صاحب اولادام داده میتونه از کرامتی سخی جان کر بینا میشود. کدام کر؟ عجیب گپ است. ما از کرامت منکر نیستیم، کرامت الله جاری میکنه، او در اختیار کسی نمی باشه. از کرامت منکر نیستیم. خو مردم فریب دادن. سخی صاحب کجا است؟ در مزار سخی صاحب است. به کدام دلیل و سند؟ بی علم. بله این همی آیت قرآن است. بل التبع الذین ظلموا، از ظالما، این کسایی که شرک میکنه تابیداری میکنه از او کسانی که تابیداری میکنه از او چیزی اهواهم، از خواهشاتشان، نفسشان خواهششان میگه علی اگر در نجف است رویش هر طرف است. اینطوری گفته رایسته از خود بغیر علم، بدون کدام سند و دلیل نداره. فمن یهدی، آلی دیگه اینطور مردم ها رایاب میشه. فمن یهدی، کدام کسی است که هدایت کنه منو کسی را؟ اضل الله، که الله او را گمراه کده. الله به جبر گمراه نکده شه، الله برش راه های هدایت گفته، خو راه های هدایت اعلا کده، قرآن اعلا کده. در جادوگر ششته، در عالم قرآن نمیره، در جادوگر میره، در مجاوری چی میره؟ بگوی در مجاوری قبر میره. پاچا صاحب گفته دستیش بوسه کده رویسته، تالو فالی خود در اونجا، قالو حالی خود در اونجا میبینه. نه این نمیسته. الله میگه کی طور کس است که الله گمراه کرده، کیسته که او را باز به هدایت کنه؟ و ما لهم من ناصرین، نیست برای طور مردم کسی امداد کننده. این خطا شده، در بدر شده. ما را چی امر میکنه الله؟ فاقم وجهک، وقتی که توحید الله، یکتا پرستی الله با دلایل مقنع، با دلایلی که شرک مکمل رد کرده ثابت شد، فاقم برابر که وجهک ذاتتا للدین، به یک دین. کدام دین؟ حنیفا، که هر نوع ادیان باطل مکمل ترکدگیست، به یک دین رجوع کرده که او توحیدی کیست؟ الله تبارک و تعالی. یک الله را عبادت کو، به یک الله توجه بکن. وجه به معنای ذات شد. ذات عبارت از بدن انسان است. معنا چی شد؟ فاقم وجه که برابر کو، درست کو، مکمل بدنی تا لدین، تسلیم شو به مکمل دین. ایتو نه که چشم تسلیم دین است، خو گوشید نه. گوشید موسیقی شنیده رایسته، قلبت نه دیگه کس تا ذهنیت است، آوازت نه، مکمل به الله تسلیم شو، به دین الله تسلیم شو. یک معنا. دوم، وجه به معنای قصد می، هدف. فاقم برابر که وجه که قصد و هدفت للدین، کل توجهت اهتمامت طرف دین بگردان، در خدمت دین. پایچه را بر بزن. ما تو را میگم چرا که دین خوار نکو. مردم هم میبینی که دین تخریب میکنه، تو قرار نشستی. حنیفا، اعراض کننده از دوستی تمام مردم های باطل، فقط با دیندار، با کسی که موحد است قطع ازو دوستی که توجه امو طرف بگردان. فطرت الله التي، لازم بگی امو فطرت، امو استعداد و قابلیت، التي، که امو استعداد و قابلیت فطر الناس، پیدا کرد الله ناس مردم علیها، بالای امو استعداد. کدام استعدادی که در اول تو را پیدا کرد، امو استعداد ما کم بگی. ما حول و محیط و دعوتگرای ما حول و محیط سری تو تاثیر نندازه، تو را بیرا نکنه. در فطرت هر انسان الله عقیده چی را گذاشته؟ توحید. پیغمبر اسلام چی میگه؟ کل مولود یولد علی الفطره فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. پدر و مادر است که میگردانه، ما حول و محیط است که تاثیر داره، رنگی از وی را گرفته راستی. تو را میگه نه دین فطرتی تا لازم بگی. استعداد و قابلیتی که الله ده تو اینجا مراد از امی چیزی فطرت چی است؟ استعداد و قابلیت. این بی‌غبار است. معنای آیت همیش تغییر، لا تبدیل لخلق الله، تغییر نیست برای پیدایش الله. هر کس الله استعداد و قابلیت داده که دین حق بپذیره، امی خود انسان است که آینده امی استعداد و قابلیت خود چی میکنه؟ ضایع میکنه، میره و راه های دیگر تعقیب میکنه. وگرنه الله در اصل فطرت چی را مانده بود؟ بگه استعداد و قابلیت پذیرفتن توحید مانده بود. از همون خاطر بود که در حوادث به یک نقطه متوجه میشدی که کی بود؟ الله تبارک و تعالی. یک طرف، یک ترجمه است. ذالک الدین القیم، اینمی که به توحید باقی ماندن، این دین پخته شده است. پخته شده به چی؟ پخته شده است به دلایل گفته شده. این دین پخته و محکم شده. دوم معنا، ذالک الدین القیم، این دینی است که خب محکم شده به خاطر که توافق کلی انبیاء علیهم السلام سر این دین است.
هر پیغمبر که آمد همین دین پیش کرده. از او خاطر دین محکم شده با موافقت انبیاء علیهم السلام. دوم ترجمه، فطرت الله التي، لازم بگی فطرت الله را. فطرت الله چیست؟ اسلام است. فطرت الله اسلام است، تسلیمی به الله. التي فطر الناس، امو اسلامی که پیدا کرده الله مردم علیه، بالا امو اسلام. لا تبدیل لخلق الله، دا آفرینش تغییر نیست. دا آفرینش تغییر نیست. الله به هر کس اسلام گذاشته، خب پس آن است که خراب میشه. بعضی مفسرین میگه لا تبدیل لخلق الله، اگرچه نفی است خب به معنای نهی است. لا تبدیل، اسلامی که در فطرت الله گذاشته تبدیل نکو. امو آفرینش الله را که در اول در ذهن تو مانده او را تغییر نده. ذالک الدین القیم، استوار باقی ماندن، محکم باقی ماندن بالای عقیده توحید. این دین بالکل پخته شده و محکم شده است. ولکن اکثر، خیر وقتی پخته شده است مردم چرا دیگه طرف روان است. ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر مردم ها لا یعلمون، دلیل ندارن، علم نداره، کرکرانه روان است. مردم برش میگه، خیال و خوابه را برش بیان میکنه، بیچاره مردم پشتش روان است. زوری قبرتو ندیده ای اوبر. بلدوزر که برش آمد قارس کرد، بلدوزر نتانست کی را دور کنه. ایره که بلدوزر هم میده کرد، ای باز ولی جور میشه، ای زوردار جور میشه. باز خود دجالی قدر زور داره که پرسان نکو، مرده را زنده میکنه، باران امر میکنه، به فرمانش باران میشه، معدنیات امر میکنه بیرون میشه. الله اکبر. سبزه ها را امر میکنه سوز کنه، سوز میشه. باز خود در بدریسته. جناب ولی کسی است که حرکتش از مستحب و طرف نشوه، مکمل زندگی خود پابند کتاب الله و سنت رسول الله تیر کرده باشه. او کسایی که به نام ملنگ در کوها یک جماعت و نماز نمیخونه، پدرش ولی شده نمیتونه و نه قبرش قابل تعظیم و اعتبار است. هر مردمای گنده را یا ولی میگه، ولی طور نیست. ولی کسی است که علم به کتاب الله و سنت رسول الله داشته باشه. خود تو در بدر استی مردم به گمراهی دعوت داده رایستی، تو طور میکنی. خب دیگه چی امر است برای ما؟ یکی خود توجه خود مکمل طرف دین بکنیم. منیبین الیه، انابت کننده به سوی الله، به سوی دین الله. منیب کی را میگه؟ که تعصب نداشته باشه، حق پرست باشی. حق پرست امور میگه که حق ظاهر شد، باز دیگه پروای کس نداره، بس امور میپذیره. تعصب و پشتیوانه نمیکنه از یک نظریه خود که نه من این نظریم است، به هیچ وجه اعلان نمیکنم. واتقوا، بترسی از یک الله تبارک و تعالی، نکنه مخالفت دین الله را نکنه، پرهیز کنه از شرک، نعوذ بالله. عقیده توحید الله را بپذیری، از شرک پرهیز کنه. و اقیم الصلاه، علامه اینمی پذیرفتن چیست؟ ما خو میگم که سلفی که آمد نماز همینطور زود خواند، ما میگم سلفی نیست، به عقیده سلف نیست. تو را که نمایندگی تا نشان میده، نمازت نشان میده. در هر مسجد کابل انشالله که نماز با وجه درست خونده میشه، کیست؟ امو کسی است که عقیده سلف داره انشالله. و کلگی میشناسه که کی در کجا ترجمه کرده، میشناسه. قرآن هم برات میگه نشانه چیست؟ و اقیم الصلاة، نماز درست برابر کو، رکوع، سجده، قومه، خشوع، خضوع، پایچای استاده شدنش، رفع الیدین، دعایت، اما اذکارت مکمل باید معلوم باشه. ولا تکونوا من المشرکین، از جمله مشرکین نشوی، جور نشوی. قرآن هم امر میکنه که مشرک نشوی، با الله شریک جور نکنید. من الذین فرقوا، از جمله مردم نشوی. فرقوا دینهم، که جدا کرده، ټوټه کرده دینهم، دین خدا. و کانوا هستن شیعا، گروه. کل حزب، هر حزب، بما لدیهم، به اون نظامی که پیششان است، فریحون، خوش هستند. میگه از ما حق است، از دیگه باطل است. خب یک فرمول براتان بیان میکنم. کسایی که تقلید یک مذهب میکنه، از پیشش سوال کنه که مذهب دین است یا یک منهج و راه و روش دین است؟ موضوع اصولی است یا موضوع فرعی است؟ پدرش گفته نمیتونه که دین است. اگر بگویا دین یکی است یا 4 یا 5، یکی است. مجبور هستند که بگویا که منهج دین است، راه و روش چی است؟ دین است. خیلی خوب جناب محترم، امی کل دین در مذهب تو هست یا نه؟ اول خواست پیش سوال کن
که اگر کسی از کل دین منکر شود چیست؟ کافر. اگر از بعضی دین کسی منکر شود کافر است یا مسلمان؟ پدرش گفته نمیتونه که نه کافر نیست، بعضی دین هم که نپذیرفت چی میشه؟ کافر میشه. آلی از پیشش سوال کو که در مذهب امیراه و روشی که تو میپیمایی کل دین است یا بعضی دین؟ اگر بگویی که کل دین است، خیر در هر مذهب کل دین است. دینا یکی بود، تو چند جور کردیشه؟ 4. اگر نه که بگویی که نه بعضی دین است، خیر بعضی دین در منهج تو نیست، از بعضی دین خو منکر هستی، کافر است یا مسلمان؟ ها پیدا کن. خوی مذهب خو 110 سال بعد از وفات پیغمبر علیه السلام آمد. 110 سال این مردم که خیر القرون برش پیغمبر گفته یا با کدام مذهب بودن؟ ضروری میدانی یا نه؟ کدام طرف روان هستی؟ باز دیگر راه نداره. خو ما میگیم دین یکی است، مذاهب منهج است. خو او منهج و رایی که قطع قرآن و سنت موافق باشه. کدام منهجی که قطع قرآن و سنت موافق است یکی است یا متعدد است؟ یکی است. او نمو موافقت خدا کنه که دیش باشه، دیش باشه، دیش باشه، دیش باشه. یک منهج است یا نیست؟ بس تعدد نمیه. اگر کسی عالم باشه انشالله بسیش است. اگر نباشه از تعصب کار میگیره و گپی جداست. قرآن چی میگه؟ الله میگه از او جمله کسان شوی من الذین، از او جمله کسایی که فرقو جدا کردن، پراگنده ساختن دینهم، دین خود دین یکی بود، از نگاه عقیده عمل هر کدامش جدا جدا کردن. آلی از نگاه عقیده نیست، خو جدایی عمل یا آن قدر بالا تراشیدن که یک چیسته قریب که در عقیده جدایی بیا. در عقیده جدایی آوردن یا نه؟ یکی دیگه پشت دیگه اقتدا میکنه. حتی نکاح را در بین پیروان دو مذهب چی دانستن؟ ناروا دانستن. دیگه کجا شد؟ جدایی در بین عقیده و عمل جور کردن شه. باز چی میگه؟ و کانوا شیعا، هستن گروهی ترام نیسته که یکی شوه. الله اجر بده امو کسی که مردم آلی بد برش میگه. محمد ابن عبدالوهاب در یک بیت الله چند نماز خوانده میشود؟ در یک وقت 4 نماز. مصلی حنفی علیده، مصلی انبلی علیده، مصلی شافعی علیده، مالکی علیده. امو آمد که چی نزاع است؟ یا دین میدانشه یا نه که دین نمیدانشه. مسائل فرعی است. اگه مسائل فرعی است خو میشه، اگه نه که نیست دیگه گپ گم شد. تا حالی الحمدلله کل مسلمان ها پشت سر یک امام چی میکنه؟ با جز از او کسی که الله از او خیرها محروم کرده شه. حالی هم که میره اونجا یا نماز خود دوباره میگردانه یا اونجا جماعت نمیکنه. کل حزب بما لدیهم، هر گروه با او نظام یا دینی که پیششان است فریحون، خوش هستن، حق میدانه، تکبر فخر سرش میکنه. مذهب ما که هست امام اعظم رحمت، خبر داری امام اعظم یعنی سری کل اماما بزرگ است. در چی چیز بزرگ است؟ تو بگو. ها؟ اگر میگی که نه امام اعظم او را میگه که کلگی اقتدا پشت از او کرده باشه. امام اعظم محمد رسول الله است که کلی انبیاء علیهم السلام اقتدا پشت کی کرده؟ امام اعظم خوسته. اگر در سن سال اگر میگی بله از 4 امام کرده در سن سال بالا بود. خود اعظم نمیگیم، او عظیم بعد بگیم. اعظم خود میگه که از کل کرده بالا باشه. البته ما تنقیسی احترام ابو حنیفه رحمت الله علیه را نمیکنیم. او عالم برجسته، متقی، صاحب اندیشه، صاحب فقاهت، قابل قدر احترام. خودش گفته که گپ مخالف حدیث بود چی کنی؟ بس دیگه به او فتوا نده. و اذا مس الناس ضر دعوا ربهم منیبین الیه ثم اذا اذاقهم منه رحمة اذا فریق منهم بربهم یشرکون. آیات قبلی الله تبارک و تعالی بعد از اینکه دستور داد که انسان تمام وجود خود متوجه دین الله تبارک و تعالی بکنه و از هر قسم نظریات و مفکوره های غلط خودداری بکنه، مایل به دین حق باشه و امید دین فطری خود محکم بگیره، به خاطر که دینی که الله برای ما مشروع کرده مطابق فطرت و عقل است. از او خاطر ادعای دین امیسته که هیچ حکم الله تبارک و تعالی متضاد با امرای عقل و امرای فطرت انسانی واقع نشده، بلکه در هر حکم تشریعی ریشه و یا تخم مسئله فطرت در وجود داره. بعد از الله تبارک و تعالی به محکم گرفتن یک دین منع کرد از اینکه تحزب و فرقه واریت شروع شود و گروه شوند، هر کدام به خود گروه خود حق بگویه و دیگر باطل بتراشه. 3 صفت مذموم اینمی فرقه ها
فرقه بندی را الله در اینجا بیان کرد. یکی تفریق دینی یعنی جدایی در دین، یکی دیگه خدا بد گفتن و دین از او را باطل شمردن، راه از او را باطل شمردن. دوم تحزب، گروه جور کردن به نام. سوم در اینجا الله تبارک و تعالی که صفت غلطش بیان میکنه، خوشحالی کردن و فخر کردن به مو گروه خود. الله تبارک و تعالی رحم بکنه. امروز امی مذاهب اربعه یا مذاهب خمسه که وجود داره تقریبا صفات داشت دیده میشه. علتش است که یکی هم مذهب خود مثل وحی آسمانی فکر میکنه و مذهب دیگر بالکل قابل بطلان میشماره و حتی در کتابام هم قسم ذکر است که مذهبنا صواب یحتمل الخطا و مذهب مخالفنا خطا یحتمل الصواب. فتاوی شامی ای را ذکر کرده ابن عابدین رحمت الله علیه که مذهب ما صواب است، درست است و مذاهب دیگر خطا است. بله مذهب ما احتمال خطا را داره، از وا خطاست احتمال صواب داره. این گپ بسیار خطرناک گپ است، چرا که ای آیت مصداق اینمی آیت میگرده. چرا مذهب خدا، منهج خدا، روش خدا حق میدانی و از دیگر خطا میدانی، در حالی که هر کدام فقط و فقط استناد از کتاب الله و سنت رسول الله میکنه. چقدر گپی خیلی زیبا و شایسته می بود که میگفت هر سخن هر مذهب اگر موافق بود با کتاب الله و سنت رسول الله اونمو مذهب هر کس است، بعد هر کس به او روان شود. اگر نیکی خلاف بود ولو که از هر مذهب باشه قابل عمل نیست. امروز دعوت امام بینمی نقطه است. ما هیچ وقت نعوذ بالله مذاهب بد نمیگیم، اینطور فکر نمیگیم که مذهب غلط است، شرک است، این گپا را نمیگیم، لیکن مکمل پابندی از یک مذهب ولو که قول و نظریه امو مذهب خطا باشه و او را مورد عمل قرار دادن، از مذهب دیگه ولو که به اساس دلیل به اسناد حدیث باشه او را عمل نکردن و خطا شمردن، اینی نادرست است و اینی خلاف شرع است. از امو خاطر اگر ما پابندی یک گروه مذهب میکنیم در تمام مسائلش، یعنی خرد و کلان، اگر آراسته یا موافق با حدیث باشه، با سند و دلیل باشه یا نباشه، هر کدامش میپذیریم اینجا خطا کردیم. چرا ما مامور نشدیم که پیروی از یک شخص بکنیم؟ تنها در اشخاص، در انسان که ما مامور به پیروی شدیم تنها محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم که پیغمبر ماست. انبیاء علیهم السلام دیگه موجود نیسته. اگر موجود هم باشن و هم پیروی پیغمبر علیه السلام میکنه، چنانچه در حدیث صحیح است پیغمبر علیه السلام میفرماید لو کان موسی حیا، اگر موسی علیه السلام زنده می بود ما وسعه الا اتباعی، گنجایش برش نبود بجز از تابعداری ما. پس بجز از پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیگر راه تابعداری باقی نمانده. هر فرد از عالم احتمال ازیر داره که قولش خطا شوه و احتمال داره که در صواب برسه. ما قول صواب هر عالم میگیریم ولو که هر کس باشه و قول خطای هر عالم رد میکنیم ولو که هر کس باشه. اصلی خلاصه دین اینمیسته، نام تابعداری پیغمبر علیه السلام اینمیسته. اگر ما پشتیبانی میکنیم، طرفداری میکنیم از آرا و نظریات یک عالم در حالی که او دلیل نداره از قرآن و حدیث، اینمی باز شرک جور میشه. باز نعوذ بالله تو پیغمبر ترجیح نمیدی، امام پیغمبر جور کردی و او را معصوم میدانی، این گناه بزرگ است. علما را باید به می سیستم قناعت بدیم که بله اگر شما فرض واجب میدانی پیروی از یک مذهب در کل امورش، یعنی که در بعضی امورش کدامشه شما بر ما راه را نشان بده که ما روان شویم، امور راه حقه. ما تضاد نداریم، بدگویی نمی کنیم. به فرد علما که یک مسئله را بیان کرده، استخراج کرده، استنباط کرده، احترام قائل هستیم. چرا که او زحمت کشیده، عرق ریزی کرده. چی جای ازی که ائمه بزرگ ما ائمه اربعه است. خود تاسف در اینجاست که ائمه اربعه ما را یک درو میگه که در راه پیغمبر روان شوی، حدیث پیغمبر ما کم بگیری، قول ما را که مخالف شد او طرف بندازی. لیکن ما هستیم که میگیم نه، امام خود معصوم میدانیم، هر قولش ثواب میدانیم و دیگر قبول نداریم ولو که حدیث پیش میکنیم. این نظریه غلط است، نادرست است، به اساس دلیل نیست. از او خاطر هر کس که اینطور نظریه را پیش میبره در راه حق نمیرسه، چرا که مذهب خود وحی آسمانی میدانه. این را میگه
تفرق دینی، این میره تفرق دینی میگه که از نگاه دین خود جدا میپنداری از گروه دیگه، طایفه دیگه. دوم تحزب، چی ضرورت است که نام بگذاریم؟ دین اسلام است، هیچ ضرورت دیگه به مذهب به نام گذاشتن نداریم که یک گروه را به نام حنفی و دیگر را به نام شافعی و دیگر حنبلی و دیگر جعفری و دیگرش هم چیست مالکی نام گذاری کنیم. اسلام دین واحد است، نام الله انتخاب کرده، ابراهیم خلیل الله امون نام ذکر کرده، اولاد خود مسلمین ذکر کرده، ضرورت به نام نداریم. از او خاطر دوم صفت مذموم اینمیسته که گروه بازی میشه. هرگاه که مسئله تنظیم و گروه شد، باز مردم این امری طبیعی است که از تنظیم خود از گروه خود دفاع میکنی. از همون خاطر است آلی مردمایی که در یک مذهب است، اگر در مذهب دیگه یک نفر بمرم خیرات و صدقات برش نمیده، میگه نه در مذهب من است. آلی کسی که در کدام تنظیم است، اگر از خارج از تنظیمش یک نفر بمرم قطعش کمک نمیکنه، میگه در تنظیم من نیست. از او خاطر قرآن اینطور تحزب، اینطور گروهگرایی را رد میکنه.